دوستان خوبم، اونایی که دلمه گوجه و بادمجون رو دوست دارن با من بیان بریم باغچه کوچیک ما و گوجه بادمجون جمع کنیم و دوباره برگردیم خونه دلمه درست کنیم. اصلا فکر نمی کردم که اینها اینقدر به ما بادمجون بدن. خیلی عالی بود. تا حالا 2 دفعه درست کردم، جای همگی خالی. خیلی خوش طعمه بادمجوناش. خب حالا بریم یه مقداری هم گوجه فرنگی جمع کنیم. مواد لازم برای 7 بادمجون و 4 گوجه بزرگ: بادمجون دلمه‌ای، گوجه فرنگی، گوشت چرخ کرده یه بره یا مرغ 300 الی 400 گرم، برنج 1 پیمانه، پیاز بزرگ 1 عدد، سیر 3 الی 4 حبه، رب گوجه فرنگی، 2 قاشق غذاخوری روغن، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و زنجبیل. حالا توی خونه بعد از اینکه گوجه فرنگی و بادمجونا رو تمیز شستمشون، حالا میایم سراغ خالی کردن داخل اونا. سر بادمجون رو به این شکلی که میبینین بر میدارم. بعد داخل اونو بدون اینکه به پوست اون و بدنش آسیب برسه تا پایین یه مقداری برش میدم. تقریبا نیم سانت از اطراف باقی بمونه و به این شکل وسط اونو در میارم. البته هنوز خیلی باید در بیارم. بعد قسمت هایی که دونه نداره خورد میکنم برای توی خود دلمه. میتونین این قسمت ها رو به جای اینکه خورد بکنین رنده کنین، اما دیگه اونجوری خیلی رنگش تیره میشه. اگر هم خواستین رنگش روشن بمونه میتونین اونا رو داخل آب بریزین، اما باز موقع سرخ کردنشون خیلی وقت میگیره. حالا با قاشق کامل داخل بادمجون رو خالی میکنم. میتونین برای داخل دلمه از لپه هم استفاده کنین. لپه رو مثل برنج که من پختم باید بپزین و اونم یه مقداری مخلوط کنین. حالا میریم سراغ گوجه فرنگی ها. گوجه فرنگی ها باید صفر باشه. میتونه قسمت دوم اونو داشته باشه همراهش یا اینکه نداشته باشه. سر گوجه فرنگی رو هم یه مقداری بر میدارم. به همین شکلی که میبینین. و بعد قسمت گوشتی و دونه های اونو با قاشق در میارم. به قسمت دیواره اون آسیب نزنین، به خاطر اینی که خودش به اندازه تقریبا نیم سانت هست یا کمتر. خب خیلی راحت داخلش خالی شد به این شکل. سرشو میذارم روشو، اونم میذارم کنار بادمجون دلمه‌ای یا تمامو به همین شکل در میاریم و این آخرین بادمجونه. قسمت دیواره بین 2 میل تا نیم سانت باشه خب خوبه. خیلی گوشتی نباشه قسمت دیواره، مخصوصا این کوچولوهاش. بعد با قاشق خیلی راحت اینجوری داخلشو در میاریم. و حالا تمام گوجه بادمجونامون آماده است. میریم سراغ خورد کردن پیاز.
خب پیاز رو توی تابه میریزم برای سرخ شدن آماده باشه. سیرا رو خورد میکنم. چون سیرای من خیلی بزرگ بودن از 2 حبه استفاده کردم. بعد از اینکه یه مقداری پیازمون نرم شد، سیر رو بهش اضافه میکنیم. و بعد از اینکه یه مقداری تفت خوردن، زردچوبه، فلفل سیاه، نمک و زنجبیل رو اضافه میکنیم. تمام اینا بسته به ذائقه خودتون میتونین کم و زیادش کنین. حالا قسمت گوشتی بادمجون رو که خورد کرده بودم اضافه میکنم و اونم یه سرتف میدم. حالا توی یه ظرفی یه پیمانه برنج رو که نیم پز کردم میریزم. گوشت چرخ شده رو میریزم. و خوب اینا رو با هم مخلوط میکنم. میتونین اگه بخواین گوشت چرخ شده رو هم با مواد دیگه یه سرتف بدین. بعد این پیاز و بادمجونی که تفت دادیم اضافه میکنم و خوب همه رو با هم مخلوط میکنم. سعی کنین کاملا مخلوط بشن. بعد توی بادمجون دلمه‌ای ها رو به صورت فشرده پر از این مایه گوشتیمون میکنم. درشو میذارم و بعد توی قابلمه‌ای که میخوام بپزم میذارم. قابلمه‌ای رو انتخاب کنین که به اندازه دلمه هاتون باشه. دلمه هاتون رو بتونین به صورت فشرده توی اون بذارین که دلمه ها نزنه بالا. هرچی به صورت فشرده تر داخل گوجه ها و بادمجون ها از این مایه گوشتی بریزین، امکان این که تغییر شکل بدن کمتره. خب حالا گوجه فرنگی ها رو هم به همون شکل به صورت فشرده پر از مایه گوشتیمون میکنم. درشو میذارم و اونم کنار بادمجونا میذارم. حتما توی قابلمه طوری بچینین که موقع سرو اون آسیب نبینن دلمه ها و همین که جوری نباشه که تغییر شکل بدن. خب حالا میریم سراغ سس دلممون. اون قسمت های گوجه فرنگی رو که از توی گوجه فرنگی ها در آوردم به اضافه حدود 1 لیوان آب، زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل و نمک با هم مخلوط میکنم. بعد رب رو بهش اضافه میکنم. هم میزنم تا رب حل بشه و یه مقداری روغن بسته به نظر خودتون. حدوداً 4-5 قاشق بریزین فکر میکنم کافیه. بعد روی دلمه ها میریزم.
هیچ ایرادی نداره اگر روشون بریزین. همین مقدار برای پخته شدن این دلمه کافیه. در قابلمه رو میذارم و اون رو روی حرارت میذارم. زمانی که جوش اومد حرارت رو کم میکنم تا بپزه. با حرارت کم حدود 1 ساعت رو تا 1 ساعت و نیم طول کشید تا دلمه آماده شد. دلمه رو سروش میکنم. موقع سرو مخصوصا دلمه گوجه فرنگی رو مواظب باشین که شکلش به هم نخوره. بعد از سس خوشمزه این دلمه هم روش میریزم. هرچی از خوشمزگی این سس بگم کم گفتم. خب عزیزان بفرمایید، این هم دلمه گوجه و بادمجون خوشمزمون. دوستان من که نمیتونم صبر کنم. جای همه شما خالی. بفرمایید عزیزان. خدا نگهدارتون.